خب داره یارو سرپا جیش میکنه. خب ای وای فکرم کله یارو رو بردی. سلام. الان میگه که سلام میخوایم یه ویدیو بگیریم یه سری از ته چادر رو بردیم میخوایم بهتون نشون بدیم بخندیم. این دفعه از ته چادر سلام آقا یه عالمه ویدیو خیلی بامزه آوردم، یعنی خیلی دیگه خنده داره. ندا دوباره باید تمام سعیشو بکنه که در مقابل این آهنگ در مقابل این ویدیو نخنده. حتی آهنگ خنده دارم داری. یه دفعه باید آهنگای خنده دار بیارم، یعنی یه سری وایسای هست که خیلی خنده دار داری. آره یعنی وایسای خیلی خنده دار. ولی حالا یک عالمه ویدیو خیلی خنده دار داریم ته‌چاها و اینا از دفیا خالدو. خب ماجرا اینجاست که ندا باید تمام سرش بکنه که نخنده. اگه بخنده که قرار بر اینه که شما به ما بگین که چه کاری باش بکنیم که حقش باشه. آقا کی این قرار رو گذاشته توی یه ویدیو؟ نه دیگه هر دفعه. آره خب حالا میخوایم بریم ببینیم که میتونی تحمل کنی دوباره جلوی این حجم از ویدیوی بازم ویدیو بد مزه هاش بد مزه. خب بریم رقص دختری که ازش خوشم میاد. گل خونه من یکی یک دونه من چراغ خونه من اومدم ولی انصافا این رقص اینا رو من دوست دارم. به اومد دوستشو بغل کنه نم بغلش کرد. حالا دیگه اونم ببین منو قراره که سعی کنی نخندی، یعنی اصلا ریاکشن خاصی نشون ندی. من ندادم. آره. ریاکشنی نشون. خوشی صحبت. خب خوشی داره. خدا تو شوکه بود. فکرم از این ویدیوهای اون یاروه که یه کارما میگیرتش نه. تشنج میکنه میفته میمیره. نه ببین اگر واقعا بتونی به این نخندی خب تو نخندی من نمیخندم. من به جایزه نگاه کن. ساعت چنده؟ ساعت کوک کرده بودی 43 کرده ساعت یه ساعت چند کوک کرده بودی. مزه بود. آره. خودم اون پیرمردم خندید. تربیت ترسیدم. تو فکر می‌کنی چون تو میخندی منم باید بخندم؟ من نمیگم، من اون چیزی که به نظرم بامزه است واسه تو میزنم و الان یعنی داره میرینه؟ ببخشید. آره داره پیپی میکنه. رو صدا گذاشتن؟ نه خودشه واقعا. چه خوب انجام میده. من که نمیخندم به اینا. چرا خوب انجام میده؟ یعنی چی خوب انجام میده؟ بی تربیت. توی سفر با خیال راحت میخوام چون به رانندگی رفیقم اعتماد میخوام رفیقام میزنن رفیقاتو دهشیش خودم اصلا خنده‌دار نبود اصلا ولی واقعیته. ببین من واقعا یعنی تو من به تو اعتماد میکنم پشت فرمون تو همینجوری خوابی خوده؟ نه الان خدا رو شکر دیگه یه ذره ترسو شدم این کارو نمیکنم. خودش داره فندک میزنه. خیلی جدی داشت میرفتم به یارو. تو داری تمام سعیتو میکنی نخندی دیگه. خب یک روز عادیه زندگی یک ماه. یه لبخند به لب من آورد. میگه بعد دیدن این ویدیو دلت واسه مارها میسوزه. واقعا راست میگه. من از مارها خیلی بدم میاد بعد از این. خب دلم خیلی ترسناکم.
میگه چه ویوی چه منظره. How could anyone hate the rain? همین تصویر بود. فکر کردی الان مثلا یه منظره قشنگ باز میکنی میبینی ولی فهمیدی چی شد؟ آره دیدی کچلا چند که چیزه وقتی تازه موهاتو زدی تیزه میتونی تیزه، خودتو راست بخارونی میگی. خب آه، دستشو فکر با کله یارو آره. نگاه کن. این یه کنسرتیه که یک آقای کوتوله رو آوردن داخل نمی‌دونم باحال می‌رسه. واقعا بعضیا رقص تو خونشونه خدایش خیلی جالب خیلی با آمد خیلی بامزه 爱上这个谜，记得太对，爱情这 فکر کردم پیش میاد آخه یه همچی اتفاقی بیفته نمیدونم هر دفعه که من میرم تمام پولوزا فکر کنم همچین اتفاقی میفته وای چون واقعا خیلی درد عجیب بود خیلی اتفاق عجیبیه این بچه پررویی که میخوام با هم یه کلب بندازه جالبش اینه که چطوری اینقدر دقیق میتونه اینا رو بندازه آره. توی اون سوراخه اونم دقیق بالا خوب پرت کرد کاری ندارم این که تو بتونی این تعداد از این بادکنک ها رو اینقدر دقیق بزنی خودش خیلی خفن برنامه ندارم به یکی گفته بود که یه ویدیو از من بگه همجوری داشت بعد میخواست بره دید نرم خب داره یارو سرپا جیش میکنه خب خنده دار بودی خودش مسخره بود ای وای فکر کردم کله یارو رو بردی تو چرا انقدر ویدیوهای دردناک دوست داری؟ ببین کوه فوجی رو از بالا عکس گرفتن ولی طرز گرفتن اینها خب یه چیز دیگر نشون میده واو چه شد جان واو چه شد جان خب واقعا همین شکلیه مثلا دخترایی که واقعا یه همچه حسی دارین؟ نه من واسه نمیدونم یکی بزنم چه شجا مگه تو این یه سال چقدر سختی کشیدی؟ 3 4 سختی نکشیده کون ریخته خوشم میاد که به هیچ ویدیویی نمیخندی این تحملتون نسبت به ویدیو رو من ستودنی ستوده میکنم حضرت سلیمان وقتی با کسی دعواش میشد تا حیبونا رو دیگه بکنی همین چی شد؟ ولی واقعا اگه راست بود چه چیز عجیب سخت شما چیزی چرا بود. فکر میکنید راست نیست؟ اونایی که در خط امام نیستن این یارو تونست تنها کسی که به قاز چش تو چش چش تو نگاه چش و کرد. چیز کنه به کار مهمی مجبورش کنه نگاه کن نگاه کن Mucho sueño, demasiado sueño, demasiado. بابا ول کن منو ولم یارو ولم کن. ولکه ببین داشت پسره رو مسخره میکرد و فیلم گربه رو میگیره که حسابی تلافی منظور که داره یه پسر رو اذیت میکنه خب ايش اخبارك؟ عاد اختك؟
گربه رو برداشت بعد چرا آدم به گربه میرسونی؟ چرا میگی دمش گرم؟ الان تو چرا گفتی دمش گرم؟ به کی؟ به چی؟ گربه ها رو مسخره نکنی. یکی از شهروندان دبی شیر شخص یکی بعد خب تو نباید بخندی. یکی از شهروندان دبی شیر شخصیش رو با خودش برده سقوط آزاد. شیر پام برسه زمین پارت میکنم کن شیره رو چرا واقعیه؟ نمیدونم ولی اگه واقعی باشه این شیر برسه زمین کوین یارو رو پارت میکنم. بابا امکان نداره یارو یا واقعی باشه. چرا باید؟ احتمالا واقعی نیست. ببین پسرا وقتی جمع میگیرن خب جمع گرفته اینو خب یا کن خب سریع یه چیزی انتظار ببینم دارم من بخندم. میخوام مدل موه مثل باباش میخوای بزنم. مدل موهات مثل موهای بابایی باشه؟ بعد بچه تازه الان فهمیده که سرش چیز داره ناهمواری داره. واقعا جالب بود خودش. کلا ویدیوهاتون مریضگونه است. هذا الاسطاب يركب على اليوكن يا الغالي ببین میره با عندك حمص باللحمه يا الغالي ممكن اسالك سؤال تفضل ده سيليكون ولا حقيقي میره با مردم مصاحبه میکنه. 1 2 3 اینجوری بود. نمیدونم. وایسا ببین بابای بچه‌ش حالا مجبور که یه چیزه با هم دیگه دارن نماز میخونن. بچه‌م دوستش آورده دایناسور خب نماز بخونه. ای خدای بزرگ دایناسورش هم آورده نماز بخونه. دایناسور نماز خونه. بدبخت تو چی کار داشتی؟ نه از قصد نبود توی باشگاه خوردی. 3 2 1 میخواد با پیشونیش قوطی رو خم کنه. جالب نبود؟ ببین خیلی یارو چاقه ها خب وای بدبخت له شد. تازه اون یکی میخواد سعی کنه اینو نجات بده. وقتی کل کلاس قرار گذاشتیم روز آخر نریم مدرسه اون یارو که تو کلاس با معلم زد. معلم خوبه باری کرده. چشش کور شد. واقعا ندا همین شکلیه. گربه سگه داره بازی میکنه نگاه کن. چقدر جالبن این گربه ها. واقعا جالب. دیگه تراپیست هم نمیتونه به تراپیست نگاه کن. آخه میدونی یه سری چیزا رو باید خودت تجربه کرده باشی. مثلا این ویدیو باید خودت گربه داشته باشی که بدونی این صدای چقدر بهش میاد. میگه وقتی بچه مهمونا رو زدم و گریه افتاده و دارم تلاش میکنم ساکت شو به مامانش نگه. اونایی که برادر یا خواهر کوچیکم دارن نه همچین ماجرایی هست. خب بیا کنه واقعا همینه. شما برادر خواهر کوچیک‌تر تو میزنی. خب تو بچه کوچیک بودی نمیدونی. خب شاید تو این ماجرا داشتی من میزدم و بعدش میای واسش میرقصی. اینا که چی؟ اگر تونستی به این نخندی مریضی. خب میگه وقتی سس کچاپ تموم شده ولی نمیخوای باور کنی. يا الله دیدی؟ در کنه چیز
سوسکه. من در حال تشکر از بابای دوست دخترم بابت چیزی که ساخته. دیگه چیز خنده‌داری نداره. خدا رو شکر. تمام. تازه چیز خنده‌دار نداشتی. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومده باشه که یعنی اگه خوشتون اومده که قطعا که شما مثل من اصلا نخندیدین اصلا. امیدوارم که خوش هیچ کی نیاد. نخندیده باشه ایشالله. و خیلی زمان بدی رو سپری کرده باشیم. وقتتون تلف شده باشه. امیدوارم که وقتتون رو تلف کرده باشیم. ولی دوستتون داریم. آره. یادتون نره که لایک و سابسکرایب کنید اگه خوشتون اومد و واسه دوستاتون بفرستید وقت اونا هم تلف کنید.